اسپانسر نکتار تراول. یک در دیگهش اینجاست. وقتی خیلی شلوغه دو تا درم باز میکنم. اسنک بارش کار میکنه تا یعنی نمیذارم مسافر نزدیک روز خیلی زیاد باشه. اینجا فیلم روزش آب هست که اونم به صورت رایگانه در و مسافر میاد اینجا خودش پیگیره. اینا هم بزرگسالا میتونن استفاده کنن، از اون بیشتر باید 10 یورو هزینه بدن، ولی توی محوطه نمیتونه مثلا اون گربه رو یا سگو بیاره بیرون. میتونه توی سلام به همه دوستای گلم، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم هتل گرند پارک لارا، یه هتل 4 ستاره ولی با خدمات 5 ستاره توی منطقه لارا هستیم، لارا کوندو. بریم ببینیم داخل چه خدماتی داره این هتل. همونطوری که گفتم هتل 4 ستاره است. همین دم ورودم زده هتل 4 ستاره ولی خدمات 5 ستاره داره. آل اینکلوزیو، اما مثل هتل های یو آل رستوران 24 ساعته داره و خدمات دیگه که داخل بهتون میگم. همونجوری که دیدین ما تو لاین دوم هستیم. یه راه اصلی هستش که ماشینا میرن میان، ما تو لاین دوم هستیم. یعنی این هتل صفر دریا نیست ولی ساحل اختصاصی داره که روبروه و اونجا هم خدمات داره که اونجا هم بهتون نشون میدیم. وقتی وارد هتل میشیم همین اول دماسنج هست، مواد ضد عفونی کننده هست که نگهبان اینجا ازتون میگیره و بعد وارد میشه. البته اکثر مسافرایی که اینجا اومدن، اکثرشون مثل ما که از شهر اومدیم جدا، اکثر مسافرا تست PCR دادن و اومدن. ولی خب بازم شما اگه تو این فصل میایین، توی داستان کرونا دارین میایین، حتما رعایت کنین و ماسک و حالا مواد بهداشتی رو حتما رعایت کنین. اینجا 2 تا لابی داره، 2 تا رسپشن داره. ما از رسپشن اصلی اومدیم، رسپشن دوم هستش که اونو بهتون توضیح میدم. مسافرا اینجا چکین میشن، وقتی وارد میشن بازم به خاطر مسائل کرونایی از اینا گذاشتم. مسافرا با فاصله های اجتماعی بهش میگن. بغل رسپشن در واقع یه راهروی هستش که هم آسانسور و پله داره واسه اتاقای بالای اینجا، همین که آخرش اسپا هست، یعنی حمام ترک هستش که اون رو نشون میدیم خدمتتون توی ادامه برنامه. اینجا در واقع 8 تا ساختمون داره که ما تو یکی از این ساختمون ها هستیم و هر ساختمونش 9 طبقه است. حالا فکر کنم بالای رسپشن یا چند طبقهش دفتری و اداری باشه، بقیه‌اش ولی اتاقه. یکم جلوتر که میاین سمت راست میزهای گست ریلیشن هستش که کارهای مسافرا رو انجام میدن. خانم دنیز از گست ریلیشن امروز همراه ما خواهند بود واسه راهنمایی ما. خیلی جالب بود، داشتیم صحبت می‌کردیم با خانم دنیز که یکم اطلاعات بگیریم ازشون. گفت مسافرا میان مشکلاتی که دارن من همیشه تو همه هتل‌ها توضیح میدم که مثلا تولد دارن یا توی اتاقشون یه چیزی کمه، باید بیان به گست ریلیشن بگم. میگه اینا جدا توی این هتل اگه شما حساسیت، فکر کنم تو همه هتل‌ها من اینجوری هست ولی اینو تاکید کرد که بگم حتما اگه حساسیت خاصی دارین، واسه مخصوصا خانواده‌ای که بچه دارن، بچهای کوچیک مثلا حساسیت خاصی به یه غذایی دارن، به یه ادویه دارن، اونو میتونن رو قسمت گست بگن غذای مخصوص واسه اون خانواده درست بشه. این تابلوهایی که اینجا می‌بینین برای تور لیدرهای کشورهای دیگه است. متأسفانه تو ایران اینجوری نیست. بازار ایران تور لیدراش به این شکل نیستن، ولی اینجا تور لیدرها میان مشخصاتشون رو می‌نویسن، ساعت‌هایی که توی این هتل هستن رو می‌نویسن و مسافر میاد اینجا خودش پیگیره تا اینکه تور لیدرش رو ببینه. مغازه‌های مختلفی هست توی مسیری که می‌بینین که این مغازه‌ها چیزای سوغاتینا هم هستن. شما می‌تونید واسه حالا خانواده یه چیزی بخرین و ببرین به عنوان سوغاتی. خیلی چیزای جالبی هم داره. مارکت هم اینجا داره ولی خب تو همه فیلم‌ها گفتم معمولاً قیمتش یکم بالاست نسبت به مغازه‌های بیرون. اینجا هم جزوی از لابیه. اینجایی که هستیم جزوی از لابیه. گفتم اگه مسافر کار اتاقش طول بکشه میتونه بیاد اینجا بشین و منتظر آماده شدن اتاقش باشه. اتاقا توی همه هتل ها ساعت 2 بهتون تحویل میدن. حالا اگه زودتر شده و خالی بود که میدن بهتون. ساعت 12 روز آخر باید حتما پس بدید.
وارد این باره که میشیم در واقع یه سری قفسه‌ها هستش که یه سری چیزایی گذاشتن اینجا خیلی جالب بودن دیده میشه. این هتل زیر مجموعه کورندومه ولی من دیدم که شرکت‌های مختلف هستن اینجا. شرکت تویی هست، نمیدونم شرکت تزتور هست، اینجا اولتوشبا هست و حالا شرکت‌های دیگه اینورا هم هستن. من گفتم اینا چه ربطی دارن الان اینجا آوردین گذاشتیم؟ میگه که مثلا hotels.com که یک سایت خیلی معروفی هست امتیاز 8.2 از 10 امتیاز داده واسه این هتل. برای مثال حالا ما نشون دادیم که خب امتیاز خوبیه واسه این هتل. حالا این ور اونور زیاد هست توی این قفس‌های این ورم من دارم میبینم. خب بار اصلی که توی لابی هست در واقع انتهای لابی ساعت 9 صبح تا ساعت 12 شب به صورت رایگان، 12 شب تا ساعت 9 صبح به صورت اکسترا کار میکنه و نوشیدنی ها یه تعداد از نوشیدنی ها به صورت رایگانه، یه تعداد از نوشیدنی ها به صورت اکستراست. معمولا تو اینجور هتل‌ها که مخصوصا حالا شبا اکستراست برندهای معروف رو به صورت رایگان نمیدن. ولی birkaç tane ücretsiz olanlardan gösterebilir miyiz size zahmet? Vodka, viski, cin veriliyor burada ücretsiz. مارک جین به صورت رایگان داده میشه. آبجوش هم به صورت همون مشرفه که هر بار میگم اونجوری پر کردنیه و به صورت شیشه هم داره که به صورت اکستراست در واقع. مارتینی از شامپاین هست، اینا پورا ücretsiz. اینا انواع شراب هست. یعنی میگه که اونایی که خیلی خفنن در واقع مثلا جکی که من اینجا میبینم معادلش هست، ولی خب اون مارکو اگه بخوای اون به صورت اکستراست. شبا که کلا اکستراست، حتی اینا الان هم اگه بخوای به صورت اکسترا اونا رو هم شیشه‌ش رو میتونی بگیری هم شاتش رو میتونی بگیری. çok teşekkür ederiz. و نوشیدنی‌های گرم و سردم که اینجا gecelerde bu içecekler ücretli değil mi? Çay falan. 12 شب به بعد اینجا همه چی اکستراست ولی چای و قهوه رو میگه شبا ما کمک میکنیم میدیم، یعنی به مسافرای عزیزم. خب دوستان عزیز اومدیم قسمت رستوران اصلی. الان وعده ناهار ساعت 12:30 رستوران واسه ناهار شروع میشه. بریم داخل ببینیم چجوریه. وقتی که وارد میشه اینجا کنترل دمای بدن میشه. توی محوطه‌ای که دارین غذا میگیرین در واقع باید ماسک بزنین حتما. ولی بعد اینکه غذاتون رو گرفتین میتونید راحت چون غذا میخورین خب ماسکتون رو در بیارین. به محض اینکه البته اینجا دو تا ورودی داره، ورودی دومش هم بهتون نشون میدم. به محض اینکه وارد میشین همینجا اول دم ورودی میوه هست که از اینجا میتونید بگیرید. رستوران دو طبقه است در واقع. تا یه طبقه دیگه داره که اگه تعداد مسافر زیاد باشه میتونن از این پلا برن بالا. به خاطر مشکل کرونایی که هستش اینا هم به این شکله، یعنی نمیذارن مسافر نزدیک غذا بشه. این هم به خاطر بهداشته، هم به خاطر خب همه مسافر دوست دارن که غذایی که میگیرن هر چی که میگیرن بهداشتی باشه و مشکل کرونا نداشته باشه. به خاطر همین شما وقتی بشقاب دستتونه از اینجا میگیرین و هر چی که میخواین بهتون میدن. توی بعضی از هتل‌ها آب میوه رایگانه، آب میوه طبیعی در واقع. اینجا هم آب میوه رایگان آب میوه هستش، ولی آب میوه طبیعی که همونجا میگیرن مثل این توی هتل گرند پارک لارا به صورت اکسس 2 یورو هم قیمتشه.
رستوران اصلی که رفتیم و دیدیم به چه شکله، از بغل رستوران اصلی یه راهروی دیگه هستش که میاد داخل. اینجا آرایشگاه هتل در واقع که به صورت اکستراس آرایشگاه هتل. اینجا که الان هستیم یک ساختمون دیگه است. توی لابی ما از طریق راهرو اومدیم یه ساختمون دیگه، از اون 8 ساختمونی که بهتون گفتم یکی از اوناست. یکم جلوتر که میاین اینجا رو، این هتل مدیرش و مدیرهای بخش‌های مختلف رو اینجا با رسم شکل توضیح میده. این جالبه واسه من. الان در واقع ما انتهای لابی هستیم. یه اتاقی هست به نام تیوی روم و بوک، حالا اسمش اینجوریه. اینجا الان به چه عنوان استفاده میشه؟ اتاق تور لیدر هاست. تور لیدر هایی که هستن توی هتل اینجا میان میشینن و شما وقتی که دنبال تور لیدر توی هتل میگردین بعد بیاین اینجا. توی فصل زمستون از مسافرایی که میپرسن، از دوستای عزیزی که کامنت میذارن میپرسن، توی فصل زمستون یه سری تغییراتی هست توی هتل که من دقیقاً تاریخشو بهتون میگم. ولی این تیوی روم خیلی مهمه. توی فصل زمستون اسنک باری که بیرون هست میاد داخل اینجا. این تیوی روم خیلی مهمه. به خاطر همین گفتم تا اینجا بیایم اینو نشون بدیم. همون رستوران که رفتیم یک در دیگه‌اش اینجاست. وقتی خیلی شلوغه دو تا درم باز میکنن و این آخر بازم یه مسیریه که میره به سمت اتاق‌ها و دکتر هتل هم اینجاست که بازم مثل همه هتل‌ها یک پرستار هست اینجا و کارهای اورژانسی ریز رو به صورت رایگان انجام میدن. ولی حالا دور از جونتون خدمات بزرگتری لازم باشه که باید از بیمارستان بیان، اونا به صورت اکستراست. محوطه هتل 4 تا استخر داره اینجا که یه استخرش خیلی بزرگه، الان از روش رد میشیم. 2 تا استخر کوچیک داره، یه استخر آب گرم روباز هم داره که این خیلی جذابه، مثلا واسه فصل زمستون، چون این هتل 12 ماه کار میکنه. واسه فصل زمستون مسافری که میان مثلا عید میتونن بیان و از اینجا استفاده کنن. بریم از نزدیک ببینیم چه شکلیه. یه چیز خیلی جالبه دیگه که من دوست دارم، توی همه طبقات گل هست، گل طبیعی هم و خیلی قشنگ دیده میشن از دور. این هتل سال 2013 توسط کرندوم خریداری شده. قبل اون به عنوان مسکونی استفاده میشده. خونی بوده سال 2013 کرندوم اینجا رو خریده. مطمئنن که تغییراتی دوش داده که به شکل در واقع اتاق‌های جدا بشه تا اینکه بتونن چی کنن. براس هتل منه. اینجا یه سن کوچیکی که هست، اینجا موزیک زنده میزنن در واقع و اینجا این صندلینا میارن و اینجا نبینید این شکلیه. اینجا یه کلا تغییرات میذاره. ساعت 10 شب برنامهشون شروع میشه. باشگاه خیلی کوچیکی داره، موزیک پخش میشه. من توضیحاتشو بیرون میدم بهتون. فقط خیلی کوچیک بود خب نسبت به هتلش، ولی اینجا نوشته که فقط 5 نفر همزمان میتونن داخل کار کنن، ورزش کنن. در واقع ساعت 8 صبح تا 8 بعد از ظهر هم اینجا باز و کار میکنه. یه اتاق جالب دیگه هم اینجا داره، اتاق مخصوص فوتباله در واقع که یه LCD خیلی بزرگ. بیایم داخل. مسابقات فوتبالی که خود کشور ترکیه یه طرفش باشه رو پخش میکنن. اینجوری گفتش. شاید فکر کنم مسابقات مثلا جام جهانی باشه یا حالا هر فصلی که باشه، شاید مسابقات خیلی مهم هم پخش کنن. ولی این خانم اینجوری به ما توضیح داد که هر بار که کشور ترکیه داره فوتبال بازی میکنه و فوتبال مهمیه اینجا پخش میشه. خب اسنک بار اینجا رو در واقع داریم میبینیم ما که ساعت 11 الی ساعت 6 بعد از ظهر اینجا کار میکنه. اسنک بارایی که من یادمه توی هتل‌ها، حالا بعضی از هتل‌ها ساعت 12 تا ساعت 4 بود. اینجا ساعت 11 تا ساعت 18 کار میکنه. غذاهای معمولا فست فود مانند، البته همه نوع غذا دارن اما معمولا فست فود مانند توی اسنک بارها میدن. بغلش یک بارم داره که جزوی از همین اسنک باره، ولی بارش مثل بار داخله از نظر تایمی. ساعت 9 صبح تا ساعت 12 شب اینجا بار کار میکنه. یه وقتی اسنک بار بسته شد، بار بازم ادامه کارشو داره.
خب توضیحات هتل اینجا تایماشو نوشته، بازیایی که دارن و کارهایی که طی روز انجام میدن. ساعت 9 تا ساعت 12 شب به خاطر کرونا تا 12 شب اینجا روی این سن برنامه دارن. هر روز هم این برنامه رو دارن، ولی توی فصل زمستون اینو ندارن. ولی ما الان که داریم توضیح میدیم واسه این فصله. مینی دیسکو هم که ساعت 8 شروع میشه واسه بچه‌هاست. توی حالا میریم مینی کلابو بهتون نشون میدیم، اونجا فکر کنم برگزار میشه. فوری درست کنم، مینی دیسکویی که گفتم تو مینی کلاب برگزار میشه همینجا برگزار میشه در واقع. ساعت 8 تا ساعت 9 یک ساعت واسه بچه‌هاست برنامه، بعدش با دیجی واسه بزرگسالاست. گفتم این سن هر روز برنامه داره. ما الان هفته اول آبان ماهیم. از هفته دوم آبان ماه یعنی تقریبا یک هفته بعد 5 روز بعد وارد سیزن زمستون میشه این هتل و خدماتش یکم تغییر میکنه. همین برنامه‌ای که اینجا هست و دیگه برنامه رو نداره متاسفانه و یکم کمتر میشه. یعنی برنامه رو dare. Az olduğunu söylediniz ya kışta nasıl az میگه که زمستونم هر روز برنامه داریم، فقط تایمش یکم کمتر و اون به قول برنامه‌ش یکم کمتره. خب ساختمونا رو که می‌بینین گفتم تعداد ساختمونایی که داره اینجا 8 تا ساختمونه، همشون اتاقن. تعداد اتاقش خیلی زیاده. Toplamda kaç tane odamız var؟ 896 تا اتاق، خیلی زیاده. 896 تا اتاق و مدیریت همچین هتلی خب کار خیلی سخته. دو تا از این استخرایی که بهتون گفتم، یکیش واسه بچهای خیلی کوچیکی که عمقش خیلی کمه. یه استخر دیگه بغلش داره که اینا هم بزرگسالا میتونن استفاده کنن هم بچه‌ها، که سرسره ها داره. ساعت 10 الی 12، ساعت 2 الی 4 هم این قسمت کار میکنه و مسافرها میتونن استفاده کنن. اونجایی که الان رد شدیم از کناره، چون من دیدم مسافرها دارن استراحت میکنن، نخواستم اذیت کنم با صدا. اینجا استخر آب گرمشه، استخر روباز آب گرمه. البته الان که نرماله، واسه فصل زمستون و عید اینجا استخر آب گرم نرمالشه. اینجا من وافل میبینم ساعت 12 تا ساعت 16 اینجا وافل به صورت رایگان داده میشه و مسافرها میتونن بگیرن. مینی کلاب هتل اومدیم در واقع. یه قسمت بازی واسه بچه‌ها حالت روباز داره و قسمت داخلی که الان میریم داخل. مسافر بیرون منتظر میمونه تا اینکه ثبت نام انجام میدن، یعنی مینویسن اسمشو. ساعت 10 صبح تا ساعت 10 شب اینجا بازه و واسه برنامه بچه‌ها بده کلوز از یا کاپالا ما 12:30 yarım saatlik bir ara oldu. ساعت 12:30 نیم ساعت اینجا بسته است. اینجا دو تا لیست داره، یکی این که اسم بچه‌ها رو می‌نویسن چه تاریخی اومد و فلان. یه لیست دیگه داره که برای دمای بدن بچه‌هاست. دیگه به محض اینکه وارد میشه اینجا دمای بدنشون رو میگیرن، بهشون ماسک میدن، مواد ضد عفونی کننده بهش میدن و طی روزی که اینجا هستن هی از اینا دماسنج دما میگیرن و چک میکنن و توی این لیستا مینویسن. چیز جالبی بود. سن 4 سالگی الی 12 سالگی هم بچه رو میتونید برید اینجا امانت بدین، خودتون برین. اوتلدن çıkabilir mi peki؟ Yok, plaja kadar sadece. نمیتونه دیگه بره کلا. یه نفر از اعضای خانواده باید اینجا باشه، نهایت تا ساحل میتونه بره. اگه کوچکترین مشکلی پیش اومد میتونیم که زنگ بزنیم که بیاد اینجا، ولی زیر 4 سال باید خانواده یک نفر از مادر یا پدر، یه نفر همراهشون باشه. این دکمه‌ای که اینجا هست، این دکمه بالاست. دلیلش اینه که بچهای کوچیکی که اینجا هستن دستشون نرسه. از این ور اگه بتونیم نشون بدیم، دکمه بالاست که بچه دستش نرسه. خب قسمت سرپوشیده‌ای که داره از اینا بهش میگن، bunların ismi neydi ya bir şey diyor. گالوش بهش میگن به اینا، ترکیش البته. و حتما پدر مادرای عزیز که دارن میان حتما از اینا استفاده کنین. اینا واسه اینه که بچه‌هاتون که میارین اینجا در واقع میکروبی ویروسی توی فضای قشنگی داره. چقدر قشنگه. ببین اینجا رو اول نشون میدم. اتاق نباش.
به خاطر کرونا میگه این قسمت کار نمیکنه. بچهای زیر 4 سال، نوزادها در واقع قسمتشون اونجا بود، به خاطر کرونا میگه که دیگه اونور استفاده نمیکنه. از اینجا شروع میشه در واقع. توی اون لیستی که بود الان ساعت سینماست، بچه‌ها نشستن دارن حالا انیمیشن بچگونه دارن میبینن در واقع. خب میگه که هر روز فیلم‌های مختلفی نشون میدیم، یعنی همین فیلم نیستش که هر روز نشون میدیم و نسبت به تعداد بچه‌هایی که اینجا هستن، اگه مثلا تعداد مسافر روس خیلی زیاد باشه اینجا فیلم روسی میذارن، اگه مثلا ایرانی زیاد باشه فیلم فارسی میذارن. این خیلی جالب بود که دارن. این قسمت از بازی‌هایی که با بچه‌ها میکنن، بین برنامه‌هاشون 2 تا برنامه دارن واسه بچه‌ها کاردستیه. اینایی که اینجا میبینین همشون واسه بچه‌هاست و بین اونایی که درست کردن یکشو انتخاب میکنن و اینجا میزنن به دیوار. یه نکته جالب دیگه هم که گفت، بچه‌ها که میان از اینو ور می‌دارن استفاده میکنن، بعد دیگه نمیذارن همونجا، اینو جدا میذارن توی اینجا، اینو دزنفکتان میکنن، یعنی در واقع ضد عفونی میکنن، 1 روز نگه میدارن، 1 روز بعد به اون یکی بچه‌هایی که اومدن میدن استفاده کنن. یکی دیگه از برنامه‌هایی که دارن اینا در واقع رنگ کردن تیشرت، رنگ کردن مو، هفته 1 روز اینو دارن. برنامه مسابقات دارت دارن، مسابقات دیگه هم که دارن بیرون اونها هم برگزار میکنن. یعنی برنامه‌شون کامل بود واسه بچه‌ها. برنامه‌ای که بین بچه‌ها میذارن، مسابقه‌ای که میذارن، اونی که اول شده اینو بهش میدن و اونجا که گفتم مینی دیسکو هست، همونجا بالای سن میارن، اونجا همه تشویقش میکنن، مدالو بهش میدن و این مدال به اون یادگاری واسه خودش میمونه. یعنی بچه اینو با خودش میبره. درستش این. یه پارک مانندی هم، پارک کوچیکی هم هستش که کنار کیدز کلابه. نکته جالبی که داشت، گفتش قبلا اینجا درش کلا بسته بود، مال کیدز کلاب بود، اما چون اینجا بچه‌ها رو به امانت میگیرن و مسئولیت دارن نسبت به این بچه‌ها، گفتش اینجا رو جدا کردیم، ولی کنترل اینجا در واقع با کیدز کلابه که دستگاهایی که اینجا هست، وسایلی که اینجا هست سالمن یا نه و برنامه‌های خاصی که دارن اینجا برگزار می‌کنن. یعنی از بیرون هم میتونن بچه‌ها بیان داخل. قبلا فقط از داخل کیدز کلاب بود، الان به صورت جدا هم میتونن از اینجا استفاده کنن. ساعت 1 بعد از ظهر تا ساعت 11 شب گیم سنترش کار میکنه، ولی کل دستگاه هایی که اینجا هست به صورت اکسترا. یه چیز خیلی جالبی که الان میگفت، اینو اول نشون میده، من هم دستگاهی که خیلی دوست دارم، یه ترفندی داره ها، اینو من باید یاد بگیرم، خیلی دوست دارم، همیشه هم انداختم. یه چیز خیلی جالبی که این خانم الان داشت توضیح میداد، میگفت ما امسال حیوانات خونگی هم داشتیم، یعنی میگرفتیم، یعنی مسافر که با خودش مثلا گربه داره، سگ داره، اینو میتونست با خودش بیاره، البته هزینه جدا داره، باید هماهنگ کنه، زنگ میزنه میگه که مثلا گربه من مثلا فلان کیلو وزنشه، سگ من اینجوریه اونجوریه، اینا توضیح میده، اینا رو با خودش میاره و داخل اتاق خودش میبره. ولی توی محوطه نمیتونه مثلا اون گربه رو یا سگ رو بیاره بیرون، میتونه توی بغلش ببره بیرون و برگردونه داخل اتاقش. 24 ساعت شبانه روز این رستوران کار میکنه. همون که اولش گفتم بهتون که رستوران هتل 4 ستاره آله، ولی مثل یو آل خدمات داره. یکی از خدماتش اینه که 24 ساعت شبانه روزی این رستوران کار میکنه.
همین بغل دقیقاً اینجا یه باری هستش که اینم تا ساعت 12 شب کار میکنه، ولی میگه ساعت 12 تا صبح که یعنی 24 ساعت، چون گفتیم این رستوران بازه، میگه اینجا معمولا آب و چای و قهوه هم میدن. من پرسیدم که نوشیدنی خنک مثل کلا اینا هم میدن؟ گفت نه، ولی آب و قهوه و چای میدن. در واقع گفتم اولش که اینجا 2 تا لابی داره، دو تا از این ساختمونا که بلوک جی و اچه یه رسپشن جدا هم برای خودشون داره. البته این رسپشن الان کار نمیکنه، وقتی که خیلی خیلی شلوغه، تعداد مسافر خیلی زیاده، چون در همون ورودی بغل خیابون ترافیک خیلی زیادی میشه و خود لابی پر میشه، اینجا رو هم باز میکنن، این رسپشن هم باز میکنن و تعدادی از مسافرا رو از این ور چک میکنن. این هیچ ربطی به این نداره که کشور فلان از اینجا میگیرن، کشور بهمان از اونجا میگیرن، نه. همین بلوکی که الان هستیم، خدمه پرواز و خلبان‌ها مال خود کرندوم در واقع توی این ساختمون میمونن، اتاقاشون اینجاست، همیشه سعی میکنن دورتر از مردم باشن، میگه اینجا خیلی راحت تره. یه گروه اینفویی هم هستش که از کشور روسیه است، معمولا تور لیدراشون رو میارن اینجا هتل رو نشون بدن که الان تایممون به اونا خورد. این بار هم ساعت 10 تا ساعت 12 شب بازم مثل بار همون اصلی که توی لابی بود، در واقع میتونن مسافرها از اینجا استفاده کنن. اینجا شیرینینا هم من میبینم هستش، فکر میکنم از اینا هم میتونن مسافرها استفاده کنن. توی هتل سالن هایی هستش، یه گروه اینفو کشور دیگه است که تور لیدرها و ترانسفرمن‌ها رو آوردن، هتل‌ها رو نشون میدن بهشون که اینا بشناسن. در واقع میتینگ روم ها و سالن های بزرگی داره. الان بسته است، میگه که توی هر ساختمون که توی هر در واقع بلوکی که هستیم 2 تا از این سالن ها هستش که یکیش بزرگه یکیش کوچیکه. مسافر اگه لازم داشت میتونه بگه مثلا من میخوام یه جلسه برگزار کنم با حالا مسافرای دیگه، یا تور لیدر میگه که من میخوام یه جایی باشه که مسافرامو جمع کنم توضیح بدم، از اینا میتونن استفاده کنن، حاضر میکنن. الان بسته است در واقع. این گروه اینفو هم که الان بهتون گفتم، اینا تور لیدر هم، من چون پرسیده بودم آژانسی هم میتونن باشن. در واقع معمولا آژانسی‌ها هم از هر کشوری که باشه میارن و بهشون هتل رو نشون میدن، توضیح میدن که وقتی دارن فروش انجام میدن اطلاعات دقیق و درست رو نشون بدن. اینجایی که گفتم با عنوان رسپشنه، اینجا مسافرایی که تو فصل خیلی شلوغ اومدن اینجا رو دیدن، اینجا با عنوان رسپشنه. الان اینجا پر لباسه. من بهش گفتم که این لباسا چیه؟ گفت اینا واسه خلبان، حتی یه نفر داره تحویل میگیره اونجا، واسه خلبان و کادر پرواز، حالا از مهماندار گرفته کلا دیگه، مال شرکت کرندوم، چون هتل مال خودشه، کادرش هم اینجا که اتاق دارن میمونن، در واقع لباساشون رو میدن اینجا واسهشون آماده میکنن و به صورت رایگان خب هتل خودشه و استفاده میکنن. این همون در دومیه که بهتون گفتیم که بازم تاکید میکنم وقتی شلوغه از اینجا استفاده کنید، چون من یادمه که مسافرایی که خودم داشتم توی این هتل میگفتن که چون ما ایرانی هستیم از اینجا، اصلا همچین چیزی نیست، اصلا همچین چیزی نیست. سه تا هم زمین بازی داره که روبروی در دومشه که یه دونه تنیسه، یه دونه بسکتبال، یه دونه فوتبال. اینم به صورت رایگانه. اگه شب بخوان استفاده کنن، چون انرژی مصرف میشه و چراغ روشن میشه، به صورت اکستراست. خب اینجا قنادی هتله که ساعت 1 تا ساعت 18 کار میکنه. توی اون رستوران 24 ساعته یه قسمتی داشتش که شیرینی و کیک داشت، ولی اینجا به صورت جداگانه ساعت 1 تا ساعت 18 مسافران میتونن بیان از اینجا استفاده کنن. یک باری هم داره که بازم ساعت 1 تا 18 وقت اینجا بازه، مسافران از اینجا هم میتونن استفاده کنن. این قسمت بارش عضو میخوام ساعت 11 تا ساعت 21 کار میکنه. مثل همون باری که اول بهتون نشوندم، کانسپتشون عین همه. بعضی نوشیدنی‌های معروف و برند به صورت اکستراس، بقیه نوشیدنی‌ها به صورت رایگان میتونید از اینجا بگیرید. یه اسنک بار دیگه هم اینجا داره، اینو نشون نداده بودیم. داشتیم می اومدیم از اون لابی اصلی، اومدیم داخل، یه اسنک بار سمت در واقع راست بود، بغل همون جیم یا باشگاه ورزشیش بود.
دقیقاً روبروی اون یه کمی اونورتر یه دونه استکبار دیگه داره که اینجا هم اکثر غذاها رو داره. از نزدیک بریم فیلم بگیریم. خب ما به محض اینکه رسیدیم دارن میبندن. اینجا ساعت 11 تا ساعت 4 کار میکنه. ساعت 6 بعد از ظهر هم شروع به کار میکنه تا ساعت 9 در واقع شب. اینجا الان میبنده. ساعت 6 دوباره شروع به کار میکنه تا ساعت 9 شب. این استکبار هم میتونیم بیاین استفاده کنیم. رستوران آلاکارت داره اینجا که یه دونه رستورانه ولی 4 تا غذای متفاوت توی روزهای مختلف 4 تا غذای متفاوت میده. چینی داره، ایتالیایی داره، باربیکیو داره و غذای دریایی داره. در واقع یه رستوران خیلی قشنگ و شیک که شما باید رزرو کنین از گست ریلیشن. هزینه‌اش 10 یورو نفری و واسه بچه‌های در واقع زیر 5 سال رایگانه. از اون بیشتر باید 10 یورو هزینه بدن. بعضی از هتل‌ها بودش که واسه فلان تعداد شب یه شب رایگان. اینجا نه، اینجا کلا به صورت اکستراست. ساعت 6:30 در واقع ساعت کار کرد اینجا تا ساعت 9 شب، ولی شما قبلش حتما باید از گست ریلیشن هماهنگ کنین، هزینه‌شو پرداخت کنین و رزروش کنین. برگشتیم لابی بریم قسمت اسپا. همون دم ورود بهتون نشون داده بودم، گفتم توضیح میدم، بریم اونجا هم ببینیم. همون دم ورودی که ورودی اصلی در واقع از اینجا بود. بغل اون اینا یه سری ماهیای خاصه هم که مخصوص یه پوستای مرده روی پا رو میخورن. البته واسه دستم استفاده میکنن. اینجا مال پاه. مسافر اینجا میشینه، پاهاشو میندازه، اینو برمی‌دارن، پاهاشو میندازه تو این پوستای مرده و اضافه در واقع روی پا رو یا کف پا رو این از اینجا میگیره. خب اینجا حمام البته وی آی پیشه، 2 نفر است. نشون بدیم حمام ترکشون به این شکل. اینجا که نشون دادیم وی آی پی بود. بیاین اینورم نشون بدم بهتون. چرا نورمال رو نشون ندادیم بهتون؟ چون توی نورمال مسافر هست الان، به خاطر همین. اینجا هم به صورت وی آی پیه که جکوزی داره، قسمت ماساژ داره. اینجایی که الان اومدیم توش کاملا جداست. جکوزی، ماساژ، حمام ترک و بخار جدا داره اینجا. ولی بیرون از این توی مجموعه در واقع حمام ترک بزرگی هست، سونای بزرگی هست که به صورت رایگان مسافران میتونن استفاده کنن. خب چرا اومدیم اینجا رو بهتون نشون دادیم این حالت وی آی پی رو؟ چون اصلیه که بزرگتره، حمام ترک اصلیه توش مسافر بود، یعنی چون توش هستن ما نخواستیم اذیتشون کنیم، یعنی وارد بشیم و راحتشون رو به هم بزنیم، اومدیم اینجا رو بهتون نشون دادیم. و خدمات اینجا به صورت رایگان، خدماتی مثل ماساژ به صورت اکستراست.
اومدیم اتاقا رو بهتون نشون بدیم. هتل گرند پارک لارا طبقه اول هستیم تو یکی از در واقع بلوک‌ها. اتاق 17-15 یک اتاق 22 متره استاندارد در واقع اینجا که مخصوص 2 نفره. توی این هتل اتاق تریپل نداریم، یعنی اتاق که 3 نفر شد در واقع میره جزو فامیلی روم میشه. اینو در جریانش باشین. یه چیز دیگه هم که این خانم گستلیشن گفتش که حتما بهتون بگم در مورد بالکن. این اتاق‌های استاندارد، حالا چه توی این طبقه باشه که طبقه اول هستیم چه طبقات بالا، اتاق‌های استاندارد اصلا بالکن ندارن، فقط اتاق‌های فامیلی و حالا اون یکی مدل فامیلی که بهتون نشون میدیم 3 مدل اتاقم فقط اونا بالکن دارن. پس این اتاق مخصوص 2 نفر بزرگساله. ستاپ قهوه‌اش رایگانه، آبش رایگانه. توی مینی بارش گفت نوشیدنی فقط آب میذارن و هر روز اینو میذارن، فقط توی مینی بارش آب هست که اونم به صورت رایگانه در واقع. توی این هتل سیو باکس به صورت اکستراست، یعنی رایگان نیستش و روزانه 2 یورو هزینه‌شه. اگه بخواین استفاده کنیم بعد این هزینه رو پرداخت کنیم. چیز دیگه اینجا نداره. و بذار من بیام بیرون که شما بگین. سرویس بهداشتی که به این شکله. نشون میده که تو این بلوک اتاقتون کجاست و چه مسیری رو باید برین که برسیم به پله و آسانسور. خب اتاق بعدی که میخوایم بهتون نشون بدیم اتاق فامیلی دلوکس هستش که اتاق 4 نفر است در واقع، با یک نوزاد هم حالا 4 به اضافه 1 بهش میگم. اتاق 17-01 تو همون طبقه اول هستیم. 2 تا اتاق یعنی در واقع یه اتاق که همین ورودیه به این شکله. کل هتل کولرش مرکزیه. این حالا میگه تو بعضی از اتاقا به صورت جدا هم هست مثل این. یه اتاق دیگه هم اینجا هست که این حالا یکم بزرگتره تقریبا نسبت به اون اتاق اول و با یه در کاملا جدا میشه، ولی وسطش سرویس بهداشتی یه دونه داره. این اتاق 36 متر در واقع و یک بالکن داره که واسه خودشه. این خیلی جالبه که توی همه بالکونا توی ساختمون گل هست. میبینین همشون گلای طبیعی تا آخرین طبقه. این خیلی جذاب و خوشگله این صحنه که من دارم میبینم. و بریم اتاق بعدی. اینجا هم مثل همون اتاقی که قبلا بهتون گفتم سیو باکس به صورت اکستراست. اینو فراموش نکنید تو هتل گرند پارک لارا. اومدیم اتاق فامیلی الیت، یعنی بزرگترین اتاقش در واقع. بزرگترین اتاقی که این هتل داره یه اتاق 6 نفره که 50 متره. یه اتاق همین دم ورود هست. شما تا اینجا رو بگیرین من یه بررسی بکنم. بله 3 تا اتاق در واقع. 2 تا اتاق با یه سالونه که اینجا تا 6 نفر میتونن بیان. 2 نفر اینجا، کولر جدا داره این اتاق. وقتی تشریف میارین اینجا یه دونه سالن داره که اینجا هم تخت میارن اگه بخواین، یعنی تا 6 نفر این اتاق. البته خیلی تعداد زیاد هم میتونن بمونن، اتاق بزرگ، ولی تا 6 نفر به فروش میره. اینجا سالنشه و یه اتاق دیگه هم که در واقع اتاق اصلیش اینجاست. سرویس بهداشتی یه دونه داره. بالکن هم که گفتیم به جز اتاق استاندارد اتاقهای فامیلیش بالکن داره. توضیح دادم که توی لاین دومه، یعنی اتاق رو به دریا نداره اینجا. و محوطه خود هتل دلفین ایمپریال، هتل دلفین پالاس و هتل فیم رزیدنت. 3 تا هتلایی که روبروش هستن. این توی لاین دومه، واسه همین رو به دریا اتاق نداره که اتاق سی ویو، یعنی نداره. اتاق‌ها یا رو به استخر و محوطه هستن یا رو به پشت در واقع اونور هتل هستن. ما الان در طبقه 4 هستیم.
اینجا مینی بار که البته یکم بزرگتر یخچال در واقع، اینم مثل همون یکی اتاقا به صورت اکستراس، یعنی توش آب میذارن، چیز دیگه ای نمیذارن. مثل یکی هتل‌ها نیستش که یه عالم نوشیدنی بود، اینجا فقط آب میذارن و هر روزم عوض میکنن، ولی ستاب چای و قهوه به صورت رایگانه. از همون در اصلی هتل که میایم بیرون، چون خیابون اصلی هست اینجا، یه سری دکمه هایی گذاشتن همین ور همون ور، یعنی مسافرها میتونن اینو بزنن تا اینکه چراغ اینجا عوض بشه و رد بشه. اون قسمت باگی هایی هستش که مسافرها میتونن هم با اون باگی ها برن به ساحل به صورت رایگان، مال خود هتل شاتل، هم میتونن به صورت پیاده برن که مثلا 4-5 دقیقه پیاده رویه. از کنار هتل دلفین پالاس، هتل قرمز رنگی که اینجا هست، از کنار اون رد میشیم. یه جایی هستش که مخصوص خود هتل این ساحل اختصاصیه، یعنی ما وارد ساحل هتل دیگه یا ساحل عمومی نمیشیم، اختصاصی واسه خود هتل. شاتل حالا نمیدونم دیده میشه یا نه، یکم دور شد، یکم دیرتر رسیدیم. این شاتل به صورت رایگان هر 10 دقیقه بار میره و میاد. گفتم مسافرها هم میتونن با اون شاتل‌ها برن که به صورت رایگانه، همین که پیاده روی مثل ما پیاده بیان. خب رسیدیم به ساحلش در واقع. اینجا ساعت این شاتل‌ها رو زده که ساعت 9 صبح تا ساعت 11:30، 12 تا ساعت این 18 بوده کردنش 17. به این شکل اینجا کار میکنن شاتل‌ها و همینجا از اینجا دور میزنه در واقع برمیگرده. با این خانومه که همراه ما بود و راهنماییمون میکرد صحبت میکردیم، گفتن که روال عادی 2 هفته بعد وارد فصل زمستون میشیم، در واقع کانسپت زمستون میشیم، واسه همین این قسمت خدماتش بسته میشه. ولی اگر هوا خوب باشه، به خاطر کرونا چون تصمیم قطعی هم نمیتونم بگیرم و چون امسال هم مدیریت هتل عوض شده، احتمال داره که این تاریخ یکم اونورتر بیفته. ما الان هفته اول آبان ماه هستیم، چیزی که به ما گفتن رو داریم به شما انتقال میدیم. از هفته بعد وارد فصل زمستون میشن. صدا موزیک میاد ولی من یکم بلندتر صحبت کنم. اونجا بستنی از ساعت 16 تا ساعت 17 زده ساعتشو. خب بار اینجا ساعت 11 صبح تا ساعت 6 بعد از ظهر کار میکنه. اسنک بار اینجا هم ساعت 11 اسنک بارش کار میکنه تا ساعت 4 در واقع، ولی بارش تا ساعت 16 تا ساعت 18 یعنی 6 بعد از ظهر کار میکنه. این قسمت هم به صورت رایگانه، یعنی مسافرای هتل چون دستبند دارن میتونن از خدمات اینجا استفاده کنن. خب این همون شاتلی بود که دیدین رد شد و به صورت رایگان مسافرها رو تا این ساحل میاره و برمیگرده. از همینجا خداحافظی کنیم ازتون. هتل گرند پارک لارا اومده بودیم. یه هتل دیگه دارم به نام گرند پارک کمر، ان شاءالله به زودی از اونجا هم فیلم برداری میکنیم، توی کانال میذاریم. خیلی ممنونم که تا آخر این برنامه همراه ما بودین. از جناب آقای شاهین رشیدی، مدیریت محترم شرکت نکتار تراول، اسپانسر این برنامه‌مون، خیلی تشکر میکنم. از شما دوستان عزیزمون تشکر میکنم تا آخر این برنامه با ما همراه بودین.
اگه اولین باره که برنامه‌های ما رو می‌بینین حتما کانال رو سابسکرایب کنین، زنگولش هم بزنین. به محض اینکه ویدیو جدید گذاشتیم، معرفی هتل جدیدی گذاشتیم یا برنامه‌های دیگه‌ای که توی کانال گذاشتیم اومد، واسهتون نوتیفیکیشن میاد و میتونید تشریف بیارین و ویدیوهاتون رو ببینید. خیلی ممنونم. نظرتون حتما در مورد این هتل، ویدیوهای قبلی ما، برنامه‌های بعدی ما بنویسین که دوست دارین چه هتل‌هایی بریم، چه برنامه‌هایی برای شما تهیه کنیم. اینو حتما توی قسمت کامنت‌ها بنویسین. در مورد این هتل حتما نظرتون رو بنویسین. اگه قبلا اومدین اینجا، مسافر این هتل بودین، لطفاً واسه ما تجربه‌تون هم بنویسین. خیلی ممنونم. تا ویدیوی بعدی، تا هتل بعدی، خدا نگهدار. 1 2 3 بریم داخل ببینیم. من تایمارم توی یه بار دیگه بود. آب رایگانه توی مینی بارش ستاب قهوهش رای